چجوری میفهمیم با یک کتاب چه رفتاری باید کرد؟ فرانسیس بیکن میگفتش که بعضی از کتابا رو باید چشید، بعضی از کتابا رو باید قورت داد. یک کتابای کمی هم هستن که اینا رو باید بجویی و هضمشون کنی. منتها چطوری بفهمیم کدوم کتاب برای چه کاریه؟ من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه. توی این ویدیو میخوام درباره این صحبت کنیم که چطور کتاب انتخاب کنیم. فعالانه کتاب خوندن یعنی چی؟ تحلیلی خوندن کتاب یعنی چی؟ فهمیدن کتاب راهش چیه؟ میخوایم یاد بگیریم که کتابو چطوری باید بخونیم تا بفهمیم. یعنی چطوری باید یاد بگیریم که یاد بگیریم. این البته کار یه ویدیوی چند دقیقه‌ای نیست، ولی فکر کنم جای خوبیه اینجا برای شروعش. بالاخره یه جایی باید شروع کرد دیگه. از اینجا شروع کنیم. یک کتاب ما توی بی پلاس تعریف کردیم خلاصش. کتاب چطور کتاب بخونیم. How to read a book. اونجا نویسنده میگه که شما اولین قدم اینه که بفهمی کتابی که دستته اصلا چطور کتابی هست. این یه بررسی روشمنده. این کارو باید بکنی که ببینی که اصلا این سوالی که من دارم جوابش تو این کتاب هست یا نه. این ممکنه بهت بگی که نه، جواب اینجا نیست، نباید واسه این کتاب وقت بذاری، بالاخره وقت ما محدوده، این وقت تو باید بذاری برای کتاب دیگری. منتها چطوری این بررسی رو انجام میدی؟ قدم اول خیلی ساده است. اسم کتاب رو باید بخونیم. خب بله، بالاخره ما همیشه اسم کتاب رو میخونیم، ولی نه، اینطوری نه. اسم کتاب رو باید با دقت و با تمرکز بخونی. بعضی از کتاب‌ها هم یه اسم ندارن، یه عنوان دارن، یه عنوان فرعی دارن. این رو با تمرکز بخونیم، ببینیم که چی داره میگه. نویسنده و ناشر دارن سعی میکنن به ما بگن که این کتاب درباره چیه. فقط اسمم نه دیگه، اسم و عنوان فرعی. اسم خیلی وقتا انتخاب مارکتینگی ناشره. اسم و عنوان فرعی. این اولین جاییه که نویسنده داره با ما صحبت میکنه. جای دوم مقدمه است، پیشگفتار کتابه. اونجا به ما یه دیدی میده که نویسنده چی کار کرده، فکر کرده، خودش فکر میکنه چی کار کرده درباره این کتاب. اول عنوان، بعد مقدمه. اینا کاریه که مثلا ممکن اصلا توی کتاب فروشی بکنیم، ما کتاب از تو قفسه برداشتیم، ایناشو باید نگاه کنیم. بعد میگه برو سراغ فهرست مطالب کتاب، عناوین داخلی فصل‌ها، ببین ساختار کتاب چطوریه. نویسنده با اون ساختارم باز داره به شما یه سیگنالایی میده که من اینطوری رفتم سراغ این مسئله. مثلا من الان کتابی که دارم دم دستمه، کتابی عنوانش هست When کی، نوشته آقای دنیل پینک. اینم یه کتابیه تو بی پلاس ازش صحبت کردیم دیگه. عنوانش هست When کی، عنوان فرعیش هست The Scientific Secrets of Perfect Timing، رازهای علمی زمانبندی دقیق. این عنوان و عنوان فرعی رو وقتی بهش فکر میکنم یه دیدی به من میده که نویسنده میخواسته چی کار کنه. حالا اصلا درباره این داریم صحبت نمیکنیم که چقدر این کارو خوب انجام داده یا نه. این قدم اولی که داره به من میگه که من خواستم همچی کتابی بنویسم. بعد فهرستش که میام ورق میزنم میبینم که این کتابش رو در 3 بخش تقسیم کرده خودش. بخش اولش درباره روز، بخش دومش درباره شروع و پایان و نقطه وسط کار هاست و بخش سومش درباره همزمانی، سینکینگ و تینکینگ. میگه که چطوری همزمان باید شد، سینکرونایز باید شد. ما حالا نمیدونیم هنوز چیه، کتابو نخوندیم مثلا دیگه. بعد هر کدوم این بخش ها یک فصل هایی داره. عنوان فصل ها رو میتونیم بخونیم، خلاصه 2-3 خطی اون فصل ها رو میتونیم ببینیم. همچنان داریم با نویسنده صحبت میکنیم که اون به ما بگه کتابش درباره چیه. بعد آخر کتابا هم یه نمایه دارن، یه فهرستی از اسمایی دارن که اینجا اومده، یه ایندکس دارن دیگه، یا لیستی دارن از منابع دیگری، کتاب‌های دیگری که نویسنده بهشون ارجاع داده، یا پشت کتاب یه خلاصه‌ای باز دوباره ناشر یا نویسنده آوردن. اینا چیزای دیگری هستن به جز متن کتاب که همه به ما یه سرنخایی میدن که با چه جور کتابی طرفیم. اینا رو که دیدیم، چند دقیقه وقت صرف اینها که کردیم، حالا میتونیم برگردیم دوباره روی فهرست و از اونجا بگردیم پیدا کنیم که کدوم فصل به نظر ما حرف اساسیه رو داره میزنه. بعضی از کتابا فصلاش جنبندیایی دارن، بریم اونا رو نگاه کنیم. اگه ندارن، چشم تمرین کرده، چشمی که کتاب زیاد خونده، میتونه بفهمه که کجاها بره بگرده که جان مطلب رو اونجا پیدا کنه. با احتمال زیادی با درصد خطای پایینی میتونه این کار رو بکنه.
این بررسی ها رو که کردیم میتونیم تشخیص بدیم که این کتاب به درد ما میخوره یا نه. همچنان درباره این حرف نمیزنیم که کیفیت حرفش چیه. درباره این حرف میزنیم که اون چیزی که ما دنبالشیم و اصلا نویسنده ادعا میکنه که داره اینجا به ما میده یا نه. و اگه ادعا میکنه این شکل ارائه کردنش اون شکلی هست که ما رو امیدوار کنه به محتوای کتاب یا نه. اگه نکرد همونجا کتاب میبوسیم و خدافظ. کتاب بالاخره خیلی زیاد هست، باید بریم دنبال مسئله‌مون، دنبال دردمون، جای دیگه بگردیم. اگر ولی از این مراحل گذر کرد، حالا باید بریم سراغ خوندنش و باید یاد بگیریم که کتاب رو درست و فعالانه بخونیم. فعالانه کتاب خوندن یعنی چی؟ آقای آدلر نویسنده کتاب How to Read a Book میگه که یک کتاب خوبیه که از سطح ما بالاتر باشه. یعنی اگه سطح خودمون رو نبریم بالا، اگه کشتی نگیریم، نتونیم بخونیمش. مثل ورزش کردن. ورزش هم اگه شما یه ورزشی بکنی نه فشاری به جایت بیاد، نه عرقی بریزی، نه ماهیچه‌ها حال خاصی بشن، فایده خاصی هم نداره دیگه، چیزی گیرت نمیاد آخرش. کتابم میگه همینطوری اگه دراز بکشی لنگت هوا کنی بخونی، چیزی آخرش گیرت نمیاد. کتابی که قراره ازش چیز یاد بگیری کتابیه که جون بکنی بخونیش. یعنی نشون میده سطحش از شما بالاتره و هی داره تو رو با خودش میکشه بالا. بعد خوندن این کتابه چون پوستت کنده شده تا خوندیش، تازه احساس میکنی که حالا فهمیدم چی داره میگه. این کتابیه که خودش داره خوندنش رو تبدیل میکنه به یه چالشی و وقتی درگیر این چالشه بشی، اونقدری که لازمه بهش توجه بدی، وقت بدی، تهش جایزش رو بهت میده. میگه که حالا که این زحمت رو کشیدی، اینم بذار جیبت، اینم چیزی که از من به تو رسید. حالا طبیعتاً همه کتابایی که میخونیم اینطوری نیست. من ممکنه از 10 تا از هر 20 تا کتابی که میخونم یه دونش اینطوری باشه، ولی باید یه کتابایی باشه که اینطوری ما رو با خودش بکشه بالا. فعال کتاب خوندنم یعنی که کتاب رو مال خود کنیم، وارد گفتگو بشی با کتاب. یادداشت برداشتن، زیر جمله ها خط کشیدن، ستاره گذاشتن، یه صفحه‌ای رو مشخص کردن، کلمات کلیدی در آوردن، سوال جوابایی رو که تو کتاب درست شده اینا رو برداشتن این ور اون ور نوشتن. این نشون میده که شما داری واقعاً فعال مطالعه میکنی، داری فعال میخونی. یا یه کاری که از قدیم میکردن، حاشیه نوشتن، یکی از سنتایی که هست دیگه، خیلی هم توصیه شده. اینم باز از اون کاراست که متمایز میکنه منفعلانه خوندن رو از فعالانه خوندن. چون مداد که دست آدم باشه، ذهنش دیگه سرپنجه است. آدم فکر میکنه هر لحظه الان من لازمه یه چیزی بنویسم، پس ذهنم باید تیز و فرز، حواسم جمع، به خاطر اینکه معلوم نیست کی بشه. من نمیتونم دراز بکشم این کتاب اینطوری رو اینطوری بخونم. باید آماده نوشتن باشم. حالا این نوشتن بعضی وقتا تو کتابه، بعضی وقتا باید یه جای دیگه یادداشت برداری. کتاب مثلا ممکنه اون کتابخونه باشه یا الکترونیک باشه، نشه اونجا یادداشت برداشت. نکته ولی این نیست دیگه. نکته اینه که ذهنت فعال باشه در خوندن این کتاب، در حال گفتگو باشی. حرف دیگری که میزنه میگه کتاب رو باید تحلیلی خوند. یعنی ما کتاب رو درست بررسی کردیم، انتخاب کردیم، فعال خوندنم فهمیدیم یعنی چی. بعدش میخوایم کتاب رو تحلیلی بخونیم. تحلیلی خوندن یعنی چی؟ یعنی که شما بتونی بعد از اینکه کتاب رو خوندی، در چند جمله، در یه پاراگراف، در یه نشست توضیح بدی که این کتاب چی داره میگه و استدلالهاش برای گفتن این حرف چیه. اینو بتونی شرح کنی و تحویل مخاطب جدیدی بدی. کتاب رو اصلا نویسنده میگه این مثل یه عمارت چند طبقه است. اتاقای مختلف داره، بخشای مختلف داره، سرسرا داره، هر طرف یه دری، یه پنجره‌ای، بعد تو هر اتاق یه دکوری، یه راهرویی. علت اینم که میگه عمارته به خاطر اینه که اینا مستقل نیستن دیگه، درسته از هم جدان، ولی به هم یه طوری با یه چیزی وصلن، با هم روابطی دارن. خواننده باید بتونه روابط اینها رو هم در بیاره با هم دیگه. اون اتاق و این راهرو و اون سرسرا و اون دکور و این تابلو و این آشپزخونه و همه با هم دارن یه خونه‌ای میسازن که یه کارکردی داره. خواننده‌ای که حق کتابو میخواد ادا کنه باید بتونه هم این اجزا رو درست ببینه، هم روابطشونو. نویسنده‌ای هم که کتاب خوبی میخواد بنویسه باید معماری این خونه رو درست انجام بده. هرچی معماری بهتر، کتاب بهتریه. هم معماری هم چیدن خونه. درست‌تر هم اینجا معنیش نیست که ساده تر باشه، ممکنه پیچیده باشه به اقتضای کارکردش، ولی به درستی پیچیده باشه. خیلی همین قدم مهمیه که معماری کتاب رو درست بفهمیم. باید مطمئن بشی ساختار کتاب رو درست فهمیدی.
برای اینکه اینو متوجه بشیم باید بنویسیم. اینو نویسنده میگه، ما هم به تجربه متوجه شدیم. اگر نتونی یه مطلبی رو، یه موضوعی رو به صورت چارچوبدار بیان کنی، نمیتونی ادعا کنی که واقعا فهمیدیش. میتونی ادعا کنی ولی نمیتونی مطمئن باشی. یا باید بنویسیش یا باید سعی کنی حداقل برای یه نفر دیگه توضیحش بدی. وقتی شروع میکنی توضیح دادن، اگه مخاطبت هم نفهمه خودت میفهمی وسطش که مطلب رو واقعا درست گرفتی یا نه. اگه نتونی درست تعریف کنی، به احتمال زیاد درست نخوندی و درست متوجه نشدی. چون درست هضمش نکردی، درستم نمیتونی تحویل بدی. این یه کاریه که من خودم هم دارم میکنم دیگه، هم با پادکست بی پلاس، هم با همین ویدیوها، هم با بلاگ بی پلاس، هم خودم هم بقیه بچه‌ها داریم اینطوری مطمئن میشیم که کتابا رو که خوندیم هم آیا درست فهمیدیم یا نه. همین که اگه درست فهمیدیم دیگه بتون ریزی میکنیم اون چیزایی رو که فهمیدیم تو ذهنمون بمونه. البته تضمینی نیست که همیشه بمونه. برای همینم من الان دارم برمیگردم به کتابایی که 1 سال پیش و 2 سال پیش خوندم، دوباره سعی میکنم از توش حرفایی در بیارم، توی یوتیوب بزنم، به خاطر اینکه میره دیگه، از مغز آدمیزاد میره این چیزا. منتها رسیپی موفقیت کماکان همونیه که بود. باید برگردی و سعی کنی اون چیزی رو که یاد گرفتی دوباره تحویل بدی. اگه تونستی این کار رو بکنی، میتونی امیدوار باشی که احتمالاً کتاب رو خوب فهمیدی. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس. اینجا گاهی درباره کتابایی که خوندم صحبت میکنیم، گاهی هم درباره کنجکاوی‌های دیگری که این طرف و اون طرف داشتم. اگر شما هم تو این چند دقیقه ها چیز تازه یاد میگیرید و دوست دارید این جور محتوا رو، حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.